بعضی موقع یه چیزایی سخته، یعنی سخته که همیشه بخوای برخلاف جهت رودخونه شنا بکنی، سخته که بخوای همش مقاومت بکنی. بعضی موقع باید خودتو ول بکنی. هی داری چه غلطی میکنی؟ چی توی مملکت سر جاش؟ یعنی چی که گفتی؟ چی یعنی چی دایی؟ میگم توی مملکت همه چی مگه سر جاشه؟ یه دفعه منطقی باشی. اصلا تو با اون دوستات معلومه چه غلطی داری میکنی؟ ما از این چیزا میخواستیم، از این آقا سگی دیگه. من سگم؟ نه آقا این محمود ساقی که گرفتن تو تلویزیون اعدامشو نشون داد. کارتو خوب انجام دادی. صاحب سیده فهمید ارشادم بهش گیر داده و اونو من تهدید کرده که از دستم شکایت کنه. میخوای بری اونو ببینی؟ گیره، زن داره، شوهر دخترمو. از طرف خدا باشی، کسی چه میگه؟ اشته کن دایی.